خب آهنگ درخواستی شادومان، آهنگ شبگرد مست خواستم تقدیم کنم به شادومان عزیز، تقدیم به مهمان شادومان ایمان غلامی نژاد عزیز. مرسی. اونا که تو زندگیشون قصه های خوب شنیدن، تو قمار زندگانیم همه جور بازی رو دیدن. اونا که تو خلوت شب شعرهای حافظ خوندن، همه راه رفتن اما بر سر دوراهی موندن. بهشون بگید که اینجا یه نفر همیشه مسته، یه نفر همیشه تنها سرگین کوچه نشسته. بهشون بگید که اینجا یه نفر همیشه مسته، یه نفر همیشه تنها سرگین کوچه نشسته. آهنگ درخواستی شادومان رو تقدیم کنم به شادومان عزیز و همه مهمونان عزیزش. ایمان کپری از طرف شخص شادومان، ایمان غلامی نژاد، هادی واحدی، کامران احمدی، صدا بردار گروه خستن. بهشون بگید که قصه‌اش مثل شاهنامه درازه، کی بوده کجا رسیده چجوری باید بسازه. حالا قصه هاشو مستم توی میخونه ها میگم، اما اون همیشه مستم توی اونجا را نمیدم. بهشون بگید که اینجا یه نفر همیشه مسته، یه نفر همیشه تنها سرگین کوچه نشسته. بهشون بگید که اینجا یه نفر همیشه مسته، یه نفر همیشه تنها سرگین کوچه نشسته. سالار پیرداده به افتخار شخص شادومان. من امشب سرخوشم دیوانه و مست و شاد و غزل خوانم. من امشب سرخوشم دیوانه و مست و شاد و غزل خوانم. به جام می پناه آوردم از غم گریزانم. ردید دوستان من کنج میخانه میمانم، بهشون بگید که اینجا یه نفر همیشه مسته، یه نفر همیشه تنها سرگین کوچه نشسته. بهشون بگید که اینجا یه نفر همیشه مسته، یه نفر همیشه تنها سرگین کوچه نشسته.